سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه تورت شکلادی در سکروادکا تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 3 دانه تخم، 200 میلیلیتر شیر، 140 گرم آرد، 200 گرم شکر، 100 میلیلیتر روغن رستنی، 5 قاشق کلان کاکائو разрыхлитель لازم است. برای کریمش باشد 2 دانه سمیتانه 15% و 5-6 قاشق ملکا لازم است. ما در اول کریم تیار میکنیم. ما اول سمیتانه را به مرحله میگیریم. من الچه ماندم آبش جدا میشه، ببینید کریمش سخت خوشرو تیار میشه. من به مرحله گرفتیم. اکنون من بالاشو پشت منیم تا تیار کردن کارشا. من این همینجا به میایستد، آبش من جدا میشه پایانش. با ما در اول 3 دانه تخم را میگیریم به کاسه. من شکر همراه کرده با همراهی وینچی آمیخته میکنیم. من 2-3 دقیقه لعب زدم. من ببینید چه شد. اکنون من شیر را همراه میکنیم. شیر ما خنک نباشد، همین در حرارت خانه باشد. شیر من روغن همراه کرده همیشه یه بار دیگه خوب آمیخته میکنم. من همیشه خوب آمیخته کردم. اکو من آرد، разрыхлитель، کاکائو را همراه کرده خوب آمیخته میکنیم. اگر شما کاکائو نداشته باشید میتونید جای کاکائو به 5 قاشق دیگه آرد همراه کنید. همیشه خوب آمیخته میکنید. خفسی خمیرمان چه شد؟ نه خمیر بلینچیک نه بیسکویت. کمتر بلینچیک خمیرش خفستر و بیسکویت سیوختر شد. ما در اول کمتر سکروادکا چرب میکنیم. بسیار نه، یعنی چرب شود شد. من یک کاغذ خمیر را گرفتم. من همه جاش به میگردانیم. من اکنون 1-2 دقیقه میمانیم. روی سکروادکا میپوشیم با قابش. من چگونه میبینید تشکچه شو. مگر همین خمیر قابیم دستمو به نچسبد چپا میکنیم. من قابش با یگان سچاقچی پختگی پاک کنید که وقتی من بالاشو پشتم با آبش نریزد کاجایت فعلا نکند. تماما نچسبی دستمو به اکو چپا میکنیم. من پشتش تماما نسوخت، به نهایت ملایم خام نیه. من تیار شد که من گرفته همه کاجای مخکره میپزیم. من کاجای ما هم تیار شد، 7 دانه شد. تا تیار شد کردن کریم من که اقدام باشه با سچاقچه پشته میبینید. من چگونه میبینید من آبی سمیتانه ما جدا شد. من سخت شد، به نهایت سخت شد. من ملکای همراه کرده با قاشق آمیخته میکنیم. چگونه میبینید سخت تیار شد. ما کارشا را گرفته من کمتر ملکا با آبی گرم همراه کردم. نه به بالای کارشا میمالیم. نه کریم میکنیم. شروع همونجوشه. نه چگونه میبینید من کریم کردم. من 6 دانشه کاجو کریم کردم. من 1 دانشه میده کردم. گردش به کراشکا میکنیم. من گردی تارت به من میخکره. من گرداش به کاجو میده کرده چسباندم. اکنون من شکلات آب کردم به بالایش میمالیم. من شکلاتی من غفص بود. من مخصوص خودم همین روشه کمتر دورده کردم که بینید خوشروم بیاد. اکنون با همین خواهش خودم آرامیتی من با وافلی پیچیانی من یاگورته من جشبه ویتامین چشه رنگه من گرفتم. حاضر با همین آرامیدی هم با وافلیو من همین جاشبه پیچیانی میگذاریم.
ببینید من شروع میبیاد. اکنون من می ویتامین تیه من می پیشش با شروع کرده میچاشیم. من چگونه میبینید تارت ما هم تیار شد. اکنون با مدتی 2-3 ساعت به یخدان میگذاریم. من چگونه میبینید تارت ما هم دم گرفت. اکنون درونش را میبینیم درونش چقدر تیار شده است. درونش من چگونه میبینید درونش به نهایت ملایم. من تارت اسکراواتکا ما به نهایت ملایم تیار شد. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.